سلام دوستان، وارد درس 10 میشیم. وانن زوا جرمه. امکانش هست اینجا بشینم. کلماتش گندزوا به معنای کار کردن، کنشو به معنای کتاب خوندن، زوا به معنای نشستن، جواز به معنای میز، دینا به معنای کامپیوتر، بابا ماما به معنای بابا مامان. خب جوازشان یا شما بالای میز چیه؟ جوازشان یا ایگه دینا خیبن شو. یه دونه کامپیوتر هست بالای میز و یه دونه کتاب. بیز زینر فنجون کجاست؟ بیز زی جوازلی میگه فنجون داخل میزه. خب کلمات جدیدش هم که معنا کردیم. میگه چین مین نگرن جیاو شما منزه. میگه اون فرد روبرویی کیه؟ اسمش چیه؟ بعد میگه که تجیا وانفان، اسمش وانفانه. زی ایوان گونزوا. این الان همون گرامر درس قبلیه که یه دونه لوکالیتی داشتیم بعد ور توی بیمارستان کار میکنه. خوامین نگرنا اون فرد پشتی چی؟ تجیا شما مینزه اسمش چیه؟ تجیا شیپان اسمش شیپان و زیشان دین گونزو در مغازه کار میکنه. خب اینا رو هم که گفتیم. جریو رمه اینجا جای کسی هست. میو جای کسی نیست. وانن زوا جرمه میتونم اینجا بشینم. چین زوا بفرمایید بشین. خب بریم برای گرامر زی. گرامر ببخشید یو میگه خب میگه ایز شیامین یو ای جی شیاو گو، یعنی جی اینجا واحد شمارشه. اینجا میگه که زیر میز یه دونه شیاگو یعنی سگ کوچولو هست. شوه شیالی یا ایگه شاندین مدرسه یه دونه مغازه داره. جوازشان بالای میز یا ایگه دینا خیبن شو بالای میز یه دونه کامپیوتر و یه دونه کتاب هست. خب ببینیم چند تا گرامر داره. 4 تا گرامر. خب بعدیش گرامر یو منفیشو میخواد بگه. میو من نمیخونم چون کلن همه اون جملات رو کنار یو یه می گذاشته. بعدیش میگه وایو ایگه جونگو پانیو خیگه
میگو پانیا، یعنی من یه دونه دوست چینی و یه دونه دوست آمریکایی دارم. واجیا یا سن کورن، یعنی خانواده ای ما 3 نفر است. بابا ماما خوا، مامان و بابا مامان و من. بعدش میگه جوازشان، یعنی بالای میز، یا ایگادی ناخایی بنشو، میگه بالای میز یه دونه کامپیوتر و یه دونه هم کتاب هست. خب اینا که گرامر خ رو میخواد بگه، گرامر و رو میخواد بگه که حالا اومده گفته چطوری باید این و رو استفاده کنی. مثلا اینجا اومده گفته جزشان یا ایگ، یه واحد شمارش رو آورده و یه دونه خیر آورده و دوباره یه واحد شمارش دیگه. یا مثلا اینجا بابا رو گفته، مامان گفته و خودش. اینجا هم 3 اسم رو گفته. بعد اینجا دوباره 2 واحد شمارش، بینشون یه ور گذاشته خ. خب بعدیش نن که نن با هم میاد، گاهی برای سوال با هم میاد، اینو باید توجه بهش داشته باشی. مثلا میگه که مین تین شیابو وانن چو شاندین، یعنی میگه فردا ظهر امکانش هست که من برم بازار، مغازه یا بازار. بعد میگه نینن زایجر شینی ده مینزه من، ببخشید من درست نمیبینم، بذار یه ذره بزرگترش کنم. خب میگه نینن زایجر شینی ده مینزه من، میگه میتونی اسمتو بنویسی. بعد میگه که وانن زواجر من، میتونم اینجا بشینم. خب بریم برای گرامر آخر. میگه چین، گرامر چین به معنای همون بفرماییده، یه polite suggestion، یه دونه سجستشن مؤدبانه. سجستشن من چطوری معنی کنم؟ یه دونه پیشنهاد مؤدبانه، اینطوری بگم بهتر. چین شیه نیند مینز، بنویسید لطفا اسمتونو. چین خا چه، لطفاً چای بنوشید. چین زوا، لطفاً بشینید، یا حالا بفرمایید بشینید، بفرمایید چای بنوشید، یا بفرمایید، بهتره لطفاً رو بگیم، لطفاً اینجا بنویسید. اینم از درس 10.